یکی از رفیقای ما مرده، با CG تصادف کرده با یه ماشین امریکایی و طوری بود که غسلش نمیشد بدیم. هرچی جلو ننه حمید گرفتیم که نیاد داخل غسال خونه نشد. پیرزن یه التماسایی از ته جیگر کرد، زد، ما هم گریه انداخت. حمیدو تکه تکه بود، نمیخواستیم ببینتش، غسلش هم نشده بود بدیم. تو حلقش خورد شده یه صف کیلومتر CG در می اومد هنوز و روغن و بنزین کادیلاک بعد 2 روز هنوز شره میکرد ازش. خلاصه جلودار ننش نشدیم، به زور اومد داخل، رفت سمت سنگ و بند کفن باز کرد. خیلی نگاش کرد، ساکت نگاش کرد، دیگه گریه نداشت که بکنه. یواش گفت ننه میفهمم صدام میفهمی ها. ننه اگه امشو ارس و پرست کردن، اگه ایرادت گرفتن، چه خدا خودش